سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه جایگاه صحابگان. خداوند از آنها راضی باد. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند و افضل الناس بعد النبیین علیهم الصلاة والسلام ابو بکر الصدیق رضی الله عنه ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين غابرين على الحق ومع الحق نتولاهم جميعا ولا نذكر الصحابة إلا بخير. یعنی بهترین مردم پس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق، سپس عمر ابن خطاب، سپس عثمان ابن عفان، سپس علی ابن ابو طالب رضوان الله تعالی اجمعین است که همه بر حق ثابت بودند. ما همه آنها را دوست می داریم و از صحابه رضی الله عنهم جز به خوبی یاد نمی کنیم. دوستان عزیز، این است قول امام ابو حنیفه و بر این قول جمهور علمای اهل سنت و الجماعت اتفاق هستند. و اگر پرسیم که برای چی امام ابو حنیفه این سخنها را گفتند، جواب این است که در تاریخ بودند و حاضر نیز هستند گروه هایی که خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر را قبول ندارند. چنانه که به همه ما معلوم است اینها رافضی ها یعنی شیعه ها می باشند. چون شیعه ها در کتاب های خود می نویسند که بعد از وفات پیامبر باید حضرت علی خلیفه می شدند و حضرت ابوبکر و عمر این منصب را با زوری از دست حضرت علی رضی الله عنه کشیده گرفتند که این گفته های آنها باطل است. چون اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت میکردند که بعد از من علی را خلیفه گذارید، این گفته پیامبر را صحابگان قبول میکردند و در حال بعد از وفات پیامبر حضرت علی را خلیفه اعلان میکردند. و این چنین بود گروه دیگری گمراه شده به نام خارجی ها. خارجی ها بر ضد حضرت علی خداوند از او راضی باد مبارزه بردند و حضرت علی را کافر خواندند و تا جای آمد که آن کس را به ضربه شمشیر به شهادت رسانیدند. پس دوستان عزیز ببینید این دو گروه بر ضد صحابه برآمدند. گروه یکم رافضی ها شیعه ها که خلافت حضرت ابوبکر و عمر را قبول نکردند و بر ضد آنها سخنها میزنند، حتی آنها را لعنت میگویند. و گروه دوم خارجی ها که حضرت علی را کافر خواندند و آن را به شهادت رساندند. و علمای ما، علمای اهل سنت و الجماعت، گفته های این دو گروه را رد میکنند. و این سبب امام ابو حنیفه این سخنها را در کتاب خود نوشتند تا ردیه به هر دوی این گروه شود. چون خداوند خودش خبر میدهد و میگوید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی خداوند از آنها رضاست. از چه کسانی؟ بله از صحابگان. خداوند از صحابگان رضاست و آنها از خدا راضی اند. پس چه طور یک شخص میتواند شخصی را که خداوند گفته است که من از او راضی هستم در حق او گفته های بد، فکر بد داشته باشد؟ تنها شخص گمراه این را گفتن میتواند. و یک چیزی مهم را خواستم در اینجا بیان کنم. دوستان عزیز، حضرت ابوبکر خداوند از او راضی باد و حضرت عمر خداوند از او راضی باد نه تنها در حیات همراهی پیامبر بودند، حتی بعد از مرگ آنها در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن شدند
در حجره مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد اول پیامبر دفن شدند، بعد حضرت ابوبکر، بعد حضرت عمر. اکنون خودی شما بگویید اگر آنها سزاوار این نمی بودند در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن کرده نمی شدند. این از منزلت آنها است که حتی بعد از مرگ در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم دفن شدند. در زیر اون گنبد سبزی که امروز در مسجد پیامبر واقع است. پس دوستان عزیزم، در حقیقت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه افضل مردم دانسته شده‌اند. برای تقویت گفته ها یک مثال می آوریم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیمار شدند، امامت نماز مردم را به عهده حضرت ابوبکر رضی الله عنه گذاشتند و او چند شب و چند روز امام نمازگزاران بود. از این رو صحابگان کرام عقیده و اجتهاد کردند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی شدند که ابوبکر خداوند از او راضی باد پیشوا در امور دین باشد. در نماز امام بودن این پیشوا در امور دین است. پس چرا ما راضی نشویم که در امور دنیا امان پیشوا ما باشند؟ به این سبب همه صحابگان راضی بودند و به حضرت ابوبکر خداوند از او راضی باد بیعت کردند. و امام اعظم رحمه الله در دوام چنین میگویند: ما همه آنها را دوست می‌داریم و از صحابه رضی الله عنه جز به خوبی یاد نمی کنیم. اکنون بیایید شرح این گفته های امام را ببینیم. ما مسلمانان حق نداریم و هم اجازه نیست که یگان صحابه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را سخنی ناجا گوییم یا در نسبت ایشان بی‌آدابی کنیم، اگرچه صادر شده باشد از ایشان چیزی در صورت شر، زیرا کارشان از روی اجتهاد است نه از روی فساد. ما همه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را به نیکی یاد میکنیم و میگوییم رضی الله عنهم، خداوند از آنها راضی باد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بهترین قرن من است. هرچی که بین اصحاب گذشت ما حقوق نداریم حکم یک طرفه براریم. در روز قیامت ما برای کارهای خود سؤال کرده می شویم و برای عملهای آنها پرسیده نمی شویم. خلاصه در حق صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم با ادبانه سخن کردن لازم است و در حق هیچ یکی از آنها سخنهای بد گفتن جایز نیست. آنچه که آنها انجام دادند از عملهایشان روز قیامت پرسیده می شوند و این چنین آنچه که ما انجام می دهیم روز قیامت از این پرسیده می شویم. پس این آیت نازل شده را در حق آنها فراموش نکنیم، چنانه که خداوند می گوید رضی الله عنهم، یعنی خداوند از آنها راضی است. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.